اگر شما صاحب یه کسب و کار آنلاین هستید یا فروشگاه آنلاین دارید، حتما متوجه شدید بعضی وقتا سایت شما کند میشه بدون اینکه بازدید کننده خاصی داشته باشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سایت شما روی یک هاست اشتراکی قرار داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کاربرای دیگه‌ای که روی این هاست هستن مصرف بیشتری داشته باشن، سایت شما رو هم کند میکنه. حتما براتون پیش اومده. من خودم چند تا وبسایت پربازدید داشتم که همیشه این مشکل برام پیش می اومد و واقعا خیلی آزاردهنده بود. از اون طرفم فکر میکردم که داشتن یک سرور اختصاصی و مدیریت اون ممکنه خیلی سخت باشه و دانش فنی خیلی زیادی بخواد. امروز میخوام به شما نشون بدم که این کار اصلا کار سختی نیست. من خودم از 2 سال پیش این کار رو انجام دادم بدون اینکه دانش تخصصی اون رو داشته باشم. مهمتر از اون، امروز میخوایم با یک نرم افزار آزاد، اوپن سورس و کاملا رایگان این کار رو انجام بدیم. یعنی اینکه شما برای نرم افزاری که هاستتون رو مدیریت بکنه لازم نیست پولی پرداخت بکنید. شما فقط کافیه که یک سرور مجازی یا یک سرور اختصاصی داشته باشید و امروز میخوایم از 0 تا 100 بهتون نشون بدم که چطوری میتونیم اون رو تبدیل به یک وبسایت فعال و با سرعت خوب بکنیم. حتی شما میتونید هاستای دیگر رو روی سرورتون مدیریت بکنید، یعنی چند تا وبسایت داشته باشید و ازش کسب درآمد بکنید. داشتن این سرور اختصاصی و این نرم افزار مدیریت هاست این امکان رو به شما میده. پس با من همراه باشید ببینیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما مثلا یک سرور داشته باشیم. خب چند تا حالت داره. شما اگر واقعا یک وبسایت پربازدیدی دارید یا تعداد هاست زیادی رو میخواید مدیریت بکنید، خب ترجیحاً سرور اختصاصی باشه. خب منابعش اختصاصیه و سرورها قدرتمند هستن و شما میتونید تعداد بالایی از وبسایت ها رو میزبانی بکنید. این راه حلی که من پیشنهاد میدم و امروز انجام میدیم برای این کار هم کاملا مناسبه. توی تجربه‌ای که من داشتم، من سرور اختصاصی گرفتم و منابعم رو با استفاده از این مدیریت کردم و تونستم وبسایت‌های زیادی رو روش بالا بیارم. ولی امروز ما میخوایم نشون بدیم که حتی نیازی نیست شما سرور اختصاصی هم داشته باشید. با یک دونه VPS که در حقیقت سرور مجازی هست هم میتونید این کار رو انجام بدید. من ارزون ترین سروری رو که میشد خرید انتخاب کردم که ببینیم روی یک سروری که فقط 2 گیگابایت رم داره و دو واحد سی پی یو داره این آیا قابل نصب هست یا نه. پس اولین مرحله اینه که ما یه VPS بخریم. همونطور که گفتم من با یه چیز مینیمم میخوام شروع کنم و میخوام به شما نشون بدم که با اون مینیمم هم حتی کار ما راه میفته. خب مثلا من از هرسنر ارزون ترین سرور مجازی که داشت رو خریدم که فقط 2 واحد سی پی یو داره و 2 گیگابایت رم، 40 گیگابایت هارد داره و 20 ترابایت هم ترافیکشه. با چه مبلغی؟ با کمتر از 5 یورو در ماه این رو من خریدم. حالا میخوایم ببینیم که اول یه سری محاسبات بکنیم ببینیم که روی این سروری که ما 5 یورو براش دادیم 2 گیگابایت رم داره و 2 واحد سی پی یو داره چند تا وبسایت اولا میتونیم بیاریم بالا و بعد هم شروع کنیم نصب وب هاستمون. من مشخصات این رو به چت جی پی تی دادم و ازش پرسیدم که چند تا سرور میتونیم روی اون بالا بیاریم. خب بس من فرض میگیرم که شما سرور رو خریدید. برای این سرور مجازی با کمترین مشخصات، مثلا اگر سایت های استاتیک معمولی داشته باشیم بیش از 100 تا 150 تا سایت میتونیم روش بالا بیاریم. اگر یه CMS سبک داشته باشیم، مثلا یه وبسایت معمولی که بازدید خیلی معمولی داره، بیش از 40 تا 60 تا سایت رو میتونیم بالا بیاریم.
اگر بخوایم وردپرس روش نصب کنیم که وردپرسمون اپتیمایز باشه و پلاگین سنگینی نداشته باشه، بین 20 تا 30 سایت رو میتونیم روش بالا بیاریم. و اگر شما یک فروشگاه آنلاینی دارید، یه وردپرس پربازدیدی دارید، بین 5 تا 10 وبسایت رو میتونیم با این مشخصات بالا بیاریم. پس میبینیم که اصلا تعدادش کم نیست. یعنی برای یک هاست معمولی شما باید حداقل ماهیانه، نمیدونم، فکر کنم بین 100 تا 200 هزار تومان بدید، ولی این برای 20 تا وبسایت فقط ماهیانه 5 یورو یا تقریبا 500 هزار تومان باید بدید. و اگر وبسایتتون پر بازدید باشه، قطعا روی هاستای اشتراکی جواب نمیده و شما به مشکل برمیخورد. بهتره که سراغ سرور اختصاصی یا سرور مجازی برید. یه نکته دیگه اینجا اضافه کنم، خوبی سرور مجازی اینه که شما اول یک مشخصات کمی رو میگیرید. مثلا من الان 2 تا سی پی یو گرفتم، 2 تا رم، ولی هر موقع احساس کردم که مثلا بازدید وبسایتم بالا رفته، مشتریام زیاد شدن، میتونم به راحتی بدون که هیچ چیزی رو تغییر بدم، هیچ برنامه رو تغییر بدم یا نیاز باشه چیزی رو نصب کنم، فقط تعداد سی پی یو و تعداد رم رو بالا میبرم. برای اولین وبسایتی که میخوایم راه بندازیم، ما نیاز به دامنه داریم. یعنی بدون دامنه ما نمیتونیم وبسایت رو راه بندازیم. یه آدرسی هست که باید کاربرا به وسیله اون وارد بشن. خب طبیعتا میشه با ساب دومین های رایگان و اینو انجام داد، ولی ما میخوایم کار جدی انجام بدیم. پس باید یک دامنه رو خریداری بکنیم. پس مرحله بعدی اینه که یک دامنه رو ما بگیریم برای اولین وبسایتی که میخوایم راه بندازیم. دامنه ها هم دیگه الان اونقدی قیمتاش بالا نیست. اگر دامنه آی آر بخرید که اصلا خیلی ارزونه و سالیانه 55 هزار تومان باید بدید، ولی شما یه سری دامنه های جدیدی که اومد، مثلا اگر آنلاین شاپ دارید، مثلا دامنه دات شاپ هست، اینها قیمتاش خیلی مناسب تر شده. دیگه امروزه دیگه دامنه خیلی بحث جدی نیست مثل قبل، به خاطر اینکه ما پسوندهای دامنه زیادی داریم الان و شما هر نامی رو بخواید میتونید با یه پسوند دیگه‌ای بگیرید. پس کار بعدی که میکنیم اینه که ما دامنه رو خریداری میکنیم. حالا این سایت رو من فقط به عنوان نمونه آوردم، شما از هر جایی که بخواید میتونید خریداری بکنید. خب کار دیگه ای که باید بکنیم اینه که ما الان یه دونه سرور داریم که یه وی پی اس خریدیم، یک آی پی داره، یعنی یک عددی هست اینجا، این آی پی اون سروره، و یک دامنه خریدیم که اون دامنه یک در حقیقت یک اسمی داره. این دوتا رو باید به هم مرتبط کنیم. یعنی وقتی کسی اون دامنه رو توی مرورگرش میزنه، مرورگر تشخیص بده که کدوم سروره و اون سرور رو لود کنه و فراخوانی کنه. چی این کار رو انجام میده؟ DNS این کار رو انجام میده. یعنی دومین نیم سرور ها این کار رو انجام میدن. وقتی شما یه دامنه رو خریداری میکنید، حتما اونجایی که دامنه رو خریداری میکنید توی کنترل پنل یه جایی هست که میگه که نیم سرور ها تو وارد کن. یعنی اینکه بگو که من آدرس آی پی رو از کدوم نیم سرور بخونم. یه راهش اینه که شما روی خود سرورتون که حالا بعدا میبینیم نیم سرور را بندازید. ولی اگر ریسورس های کمی دارید رو سرورتون، میتونید از DNS های در حقیقت رایگان خارج از سرورتون استفاده کنید که به نظر من مزایای بیشتری داره، به خاطر اینکه اگر سرورتون دان شد یا کلا از دسترس خارج شد، شما DNS تون جای دیگه است و میتونید یک سرور جدید رو به این دامنه اختصاص بدید و به طور اتوماتیک بره از مثلا یه سرور جدید خریداری کردید روی اون سرور کار بکنه. من خودم معمولا از وبسایت 1984 استفاده میکنم. کافیه تو اینترنت بزنید 1984 DNS. اگه DNS رو نزنید، خب 1984 اون کتاب معروفه و فیلمش و این چیزا رو میاره. بزنید 1984 DNS، سایتی که براتون میاره وقتی وارد شدید توی قسمت منیج زون، توی قسمت فری DNS منیج زون
میتونید یه دونه زون جدید اضافه کنید. زون جدید یعنی چی؟ یعنی اون دومین اصلیتون، دومین روتتون رو اضافه کنید. چون شاید شما بخواید بعداً از اون دومین اصلی ساب دومین اضافه کنید. یعنی شما یه دونه دومین رو میخرید، میتونید بی نهایت ساب دومین بهش اضافه کنید و دیگه برای ساب دومین ها پولی پرداخت نمی کنید. ما دو تا چیز داشتیم، یه دونه دامنه داشتیم، یه دونه هم آی پی آدرس اون سرور. پس دامنه رو اینجا میزنیم، دامنه‌ای که خریداری کردیم، و آی پی آدرس سروری هم که خریدیم که این آی پی آدرس هست رو اینجا وارد میکنیم و یک زون اینجا ایجاد میکنیم توی این فری دی ان اس 1984. خب وقتی زون رو ایجاد کردید، در حقیقت شما مرحله اول رو انجام دادید، این دوتا رو به هم وصل کردید. من مثلا برای adrside.com این کار رو انجام دادم و آی پی سرورم هم وارد کردم. ولی برای امروز من میخوام از یک ساب دومین استفاده کنم، برای اینکه میخوام یه وبسایت جدید رو بعد از اینکه هاستمون رو اندازی شد روی اون بیاریم بالا. پس میایم اینجا برای هر وبسایتی یه دونه رکورد باید اینجا وارد کنیم. وقتی زون رو ایجاد میکنید خودش برای وبسایت اصلیتون وارد کرده. ببینید با ادساین اینجا نشون داده. برای هر ساب دومین هم باید اینجا یه رکوردی توی دی تون اضافه کنید. ما الان توی زونیم، زونمون ایدیار سرده است. مثلا اینجا میزنیم مای وب، میگیم که این آی پی لینک بشه به این دامنه و نیو رو میزنیم. این یه دونه رکورد DNS ایجاد کرد برای ما. معمولا بین چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشه که این DNS آپدیت بشه. یعنی چی؟ یعنی که ما توی یک DNS سروری این رو اعلام کردیم که گفتیم که این ساب دامنه یا دامنه وصل شده به این IP. این DNS سرور به همه DNS سرورهای دیگه‌ای که تو دنیا هستن اعلام میکنه و در حقیقت پروپاگیت میشه توی همه DNS سرورها و بعد از اون کامپیوترها هستن که از DNS سرورها استعلام میگیرن و اون IP جدید اون سایت رو به دست میارن. ما دومین رو خریدیم، DNS رو ثبت کردیم، میریم سراغ سرورمون تا مقدمات نصب هاستمون رو انجام بدیم. وقتی شما یک سروری رو ثبت نام میکنید از شما میپرسه که چه سیستم عاملی رو میخواید. قطعا ما سیستم عامل لینوکس رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه هم سبکتره و هم امنیت بالاتری داره و من طبق معمول چون با اوبونتو راحتم اوبونتو رو انتخاب کردم. وقتی شما این کارو میکنید یک یوزرنیم پسورد برای شما یا ایمیل میشه یا تو کنترل پنلتون هست یا به هر صورت به شما یک یوزرنیم پسورد میدن که معمولا یوزرنیم روته و یک پسوردی داره. با استفاده از اون شما میتونید به سرورتون وصل بشید. وقتی یوزرتون روت هست یعنی اینکه شما دسترسی ادمین دارید و هر کاری بخواید میتونید اونجا انجام بدید روی سرورتون. خب حالا باید از روی کامپیوتر خودتون به سرور لینوکستون وصل بشید. این کار رو با استفاده از پروتکل SSH انجام میدیم و نرم افزارهای مختلفی هست که شما میتونید ازش استفاده کنید. معروفترینش و راحت ترینش نرم افزار پوتی هست. کافیه تو اینترنت پوتی SSH رو سرچ بکنید و دانلود پوتی رو بزنید. اینجا میتونید شما نسخه ویندوزش رو دانلود بکنید یا اگر حالا سیستم عامل دیگه ای دارید نسخه های مختلفش هست. وقتی پوتی رو اجرا میکنید یه اینترفیس اینطوری داره که شما آی پی آدرستون رو اینجا توی هاست نیم آی پی آدرستون رو میزنید و پورت دیفالت هم معمولا پورت SSH 22 هستش. وقتی اوپن رو میزنیم از ما یوزرنیم و پسورد رو میخواد. یوزرنیم که روت هستش همونجور که گفتم معمولا و پسورد هم همون چیزی که توی کنترل پنل وی پی اس تون حتما هست یا براتون ایمیل شده. خب ما الان وارد کرنل لینوکس شدیم
و میتونیم دستوراتمون رو اینجا اجرا کنیم. اولین کاری که میکنیم اینه که مثل همیشه آپدیت میکنیم در حقیقت، یعنی همه نرم افزارهایی که روی لینوکسمون هست رو آپدیت میکنیم. خب آپدیتمون تموم شد. حالا میریم یه سری نرم افزارهای پیش نیازی که داریم رو نصب میکنیم. من کل این فایل ورد رو براتون توی کانال تلگرام میذارم که استپ بای استپ اگر بخواید برید جلو. مثل نرم افزار پیش نیاز رو نصب میکنیم برای اینکه بتونیم بعداً بریم سراغ نصب کنترل پنل. یه کاری که ما اینجا قبل از همه چی انجام میدیم اینه که میایم یه دونه سواب فایل درست میکنیم. از اونجایی که رم ما خیلی کمه، 2 گیگ رمه و ممکنه هر آن اوورفلو بشه با بازدید زیاد و اگر سواب فایل نداشته باشیم این کرش میکنه. ولی اگر سواب فایل داشته باشیم کاری که میکنه اینه که میاد اون مقدار اضافه رو روی هارد ذخیره میکنه، روی دیسک ذخیره میکنه. پس ما این کار رو هم انجام میدیم. کار بعدی که باید بکنیم اینه که ما یک فایروال بیسیک را میندازیم روی سرورمون. خیلی فایروال ساده ایه. تنها کاری که میکنه اینه که پورت ها رو باز و بسته میکنه. اسم فایروال هست UFW. از اسمش هم معلومه Uncomplicated Firewall، یعنی کار خاصی انجام نمیده، فقط شما همه پورت هایی که به سرورتون دسترسی داره رو میبندید، فقط پورت هایی که نیاز هست رو باز میکنید. همین خودش خیلی سکیوریتی رو میبره بالا. در حقیقت ما چه پورت هایی رو داریم باز میکنیم؟ مثلا حالا پورت SSH که بازه، پورت 80 که برای وب HTTPS و پورت 10,000 که بعدا حالا برای ویرچوال مین کاربرد داره. خب پس ما فایروال رو اول اینها رو بهش در حقیقت پورت ها رو باز میکنیم، بعد انیبلش میکنیم. خب ما این کار رو انجام بدیم به امیدی که قطع نشیم. خب میبینید که فایروال انیبل شد و چون ما پورت 22 رو باز کرده بودیم همچنان وصله. میریم سراغ مرحله بعدی که نصب نرم افزار هاستمون هست. شما وقتی یک سروری دارید نمیتونید همش بهش SSH بزنید و با استفاده از کامند پرامپت و کامندهایی که حتما باید بلد باشید تغییراتی که میخواد روی سرور بدید. اصلا میخواید فایلی رو بارگذاری بکنید، کانفیگی رو تغییر بدید، سخته برای شمایی که خب متخصص لینوکس نیستید. برای همین اومدن یه چیزایی رو طراحی کردن به اسم کنترل پنل، هاستینگ کنترل پنل. یعنی شما یک سروری رو دارید، روی اون میاد یک کنترل پنلی نصب میکنید که بعد از نصب کنترل پنل تقریبا اکثر تغییراتی که میخواید روی سرورتون بدید، فایلی رو بارگذاری بکنید، دیتابیسی رو عوض بکنید، ایمیلی رو تغییر بدید، هر کاری میخواید انجام بدید رو دیگه از طریق کنترل پنل انجام میدید. برای اینکه خب یه رابط ویژوالی داره، شما با کلیک کردن یه براوزر باز میکنید، با کلیک کردن میتونید راحت خیلی از کاراتون رو انجام بدید. اگر شما تو ایران تجربه کار با وبسایت ها رو داشته باشید، یعنی از یه جایی، از یه هاستی، یک وبسایتی، یک هاستی خریداری کرده باشید، حتما با این واژه ها آشنا هستید. چند تا کنترل پنل پرکاربرد هست که تو کل دنیا پرکاربرده، نه فقط تو ایران، مثل پلسک، مثل سی پنل، حتما این اسما رو شنیدید، یا دایرکت ادمین. این ستایی هست که تو ایران خیلی استفاده میشه. مشکلی که اینا داره اینه که اولا لایسنس داره، یعنی که شما باید پولی رو بابت لایسنس بدید. و یه مشکل دیگه ای هم که داره اینه که شما اگر ایران باشید اصلا نمیتونید لایسنسش رو داشته باشید. یعنی اگر آی پی تون از ایران وصل بشه این لایسنس ها کار نمیکنن. هاستا ایرانی چیکار میکنن؟ میان یا کرک شده استفاده میکنن
یا میان از وبسایت های واسط خریداری میکنن و خب مشکلاتی داره دیگه. یه وقتایی کار نمیکنه، ممکنه که لایسنستون یه دفعه از بین بره به خاطر اینکه متوجه میشن از ایرانی. ولی امروز ما نمیخوایم از هیچ کدوم از اینا استفاده کنیم. ما میخوایم از یک نرم افزار آزاد و اوپن سورس استفاده کنیم که نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای نداره و توی ایران هم به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. اسم اون نرم افزار چیه؟ ویرچوال مین هستش. در حقیقت توی این لیست ما دو تا چیز داریم، یه دونه وب مین داریم و یه دونه ویرچوال مین داریم که این دوتا مال یک شرکت هستن. اگر شما ویرچوال مین رو توی گوگل سرچ بکنید میرسید به وبسایت virtualmin.com که نرم افزارهای مختلفی داره. ولی اگر شما میخواید هاست‌های مختلفی رو روی یک سرور راه اندازی کنید که معمولا اینطوریه، شما میتونید از ویرچوال مین استفاده کنید. ویرچوال مین در حقیقت روی وب مین نصب میشه و به شما اجازه میده که ویرچوال سرورها و وبسایت های مختلفی رو روی یک سرور مدیریت بکنید. من از وقتی با این نرم افزار آشنا شدم و کار کردم واقعا هیچ دست کمی از نرم افزارهای پولی نداره، بلکه حتی قدرتمندتر هم هست و هیچ امکاناتی نیست که شما توی سی پنل، پلسک یا سایر کنترل پنل ها داشته باشید و توی ویرچوال مین نداشته باشید. واقعا قدرتمنده و یه سری چیزا حتی به نظر من بهتر از اونو کار میکنه و کاملا اوپن سورس هستش. یعنی شما البته نسخه پولی هم داره ولی نسخه اوپن سورسش کاملا جواب کار شما رو میده و این تجربه چندین ساله منه که دارم از این نرم افزار استفاده میکنم. نصبش هم کار سختی نیست، فقط با یک دستور این نصب میشه. فقط یک نکته باید من اینجا بهتون بگم، دو تا ورژن از این میتونید نصب بکنید که میبینید اینجا با باندل مشخص شده. پیش فرضش باندل لمپ هست. لمپ یعنی چی؟ یعنی این که شما با استفاده از آپاچی این کار رو انجام بدید. لمپ مخفف لینوکس، آپاچی، مایسکوئل و پی اچ پی است. یا اینکه با استفاده از انجینیکس این کار رو انجام بدید، یعنی لینوکس، انجینیکس، مایسکوئل و پی اچ پی. هر کدومشون یک سری مزایا و معایبی دارن. مهمترین مزیت انجینیکس اینه که خب سبکتره و سرعت بیشتری داره. مزیت آپاچی اینه که خب تنظیمات بیشتری رو در حقیقت میتونید روی اون انجام بدید و کار باهاش راحت تره. شما وقتی یک هاستی رو خریداری میکنید معمولا 99% موارد سرورشون آپاچی هستش، به خاطر اینکه معمولا بعداً شما وردپرس رو نصب میکنید روی سیستمتون و وردپرس با آپاچی راحت‌تر کار میکنه. اگر وردپرس کار کرده باشید میدونید که یه دونه فایل .http access داره که خیلی از تنظیمات رو توی اون انجام میده و خیلی از پلاگین های وردپرس به اون وابسته هستن. توی انجینیکس هم میشه اون تنظیمات رو انجام داد ولی باید توی سرور انجام بشه. نمیتونید شما مثلا یک فایلی رو توی هر وردپرسی بذارید و تنظیمات رو انجام بدید. برای همین یکم کار با آپاچی راحت تره. امروز ما برای اینکه میخوایم چند تا وبسایت رو راه بندازیم با باندل لمپ میریم جلو که باندل پیش‌فرضش هم هست. برای نصب ویرچوال مین تنها کاری که باید بکنیم اینه که فقط همین یه خط کامند رو کپی بکنیم و توی SSH مون اجرا بکنیم. خب این اجرا میکنیم. این نصب شد. بسته به سخت افزار حالا یه مدتی طول میکشه. برای من با این سخت افزاری که بود حدود 1 ربع طول کشید تا نصب بشه. خب میبینیم که خودش همجوری که خودش گفته 2 گیگابایت که فضا میگیره، یعنی از هاردتون میگیره که حالا چیز خاصی نیست. چند تا مرحله‌ای که انجام داد، چک کرد، ستاپ کرد و نصب کرد و کانفیگ ها رو خودش همش انجام داد. میبینید آپاچی، چیزهای مختلف،
MySQL و در حقیقت ما نسخه فول رو نصب کردیم. همه اون امکاناتی که برای مدیریت یک هاست لازم داریم رو برای ما نصب کرد و در نهایت هم آدرس در حقیقت با IP آدرس هم میتونید وارد بشید، هم با نام دامنه. پورتش هم 10,000 هستش، یعنی پورت ورود به کنترل پنلمون 10,000 هستش. اولین باری که وارد میشیم به خاطر اینکه ما هیچ گواهینامه SSL نداریم این خطا رو به ما میده، ما این رو رد میکنیم، مهم نیست. بعد میبینیم که وارد کنترل پنلمون شد. در حقیقت کنترل پنل اصلی وب مینه که ویرچوال مین روی وب مین در حقیقت سوار شده. یوزر پسورد از ما میخواد. یوزر پسورد چیه؟ همون یوزرنیم خود لینوکس. از اینجا به بعد دیگه ما با کنترل پنل کار داریم دیگه. هر کاری بخوایم انجام بدیم رو دیگه نیازی نیست که با دستورات لینوکس کار بکنیم. وقتی برای اولین بار شما لاگین میکنی مرحله پست اینستالیشن میاد که یه سری تنظیمات اولیه رو اینجا ما انجام میدیم. خب میریم جلو. اولین چیزی که از ما میخواد اینه که میگه که من مدیریت ایمیل ها رو با استفاده از CPU انجام بدم یا با استفاده از رم انجام بدم. چیزی که اینجا برای ما مهمه رمه، چون ما 2 تا واحد CPU داریم و 2 گیگ رم داریم. واحد CPU به اندازه کافی هست ولی رممون 2 گیگ، خب باید مدیریتش بکنیم. پس اینو میسپریم که CPU انجام بده، چون رم برای ما الان کریتیکاله. توی مرحله بعدی میگه که دیتابیسمون چیه. به طور پیش‌فرض خودش ماریا دی بی که همون MySQL هست رو فعال کرده که ما برامون خوبه و اگر بخواید میتونید همزمان PostgreSQL هم فعال کنید که ما این کار رو نمی کنیم، چون میخوایم بعدش وردپرس نصب کنیم و MySQL برامون کافیه. توی بخش بعدی باید DNS مون رو تنظیم کنیم و بهش بگیم که نیم سرور اصلیمون کجاست. ما اومدیم از نیم سرور در حقیقت 1984 استفاده کردیم، پس اینجا باید DNS مون رو ست بکنیم. یک راهش هم اینه که شما روی خود سرورتون DNS راه اندازی بکنید که گفتم یه سری مزایا داره یه سری معایب. من ترجیح میدم که DNS خارجی استفاده بکنم، خارج از وبسایت استفاده بکنم که مدیریتش وابسته به وبسایت نباشه. خب حالا باید بیایم اینجا و رکورد NS مون رو پیدا بکنیم. ببینید اینجا NS رکورد داره و شما یکیش رو هم بزنید کافیه. مثلا من این NS0 رو میزنم، میایم توی اینستالیشنمون و به عنوان پرایمری نیم سرور این رو میزنیم. توی مرحله بعدی میگه که یه دونه ایمیل آدرس بده که اگر توی خود پنل خطایی یا چیزی اتفاق افتاد من به اون آدرس ایمیل کنم. خودش ایمیل پیش‌فرض داره، میتونیم از همون استفاده بکنیم. اینجا تنظیمات اولیه‌مون تموم میشه ولی یه سری تنظیمات در حقیقت اضافه هم داره که میریم یه نگاهی بهش میکنیم ببینیم که چیزی هست که به درد ما بخوره یا نه. ببینید اینجا خودش بر اساس رمتون پیشنهاد میده که محدود بکنیم مموری که MySQL استفاده میکنه. ببینید خودش روی 2 گیگ، به خاطر که 2 گیگ ما رم داریم اینجا پیشنهاد داده ما روی همون میذاریم. تنظیماتمون دیگه اینجا تمام شد و ما میتونیم بریم وارد ویرچوال مین بشیم. خب قبل از اینکه بریم اولین وبسایتمون رو درست کنیم بیایم یه چرخ توی کنترل پنل بزنیم. همطور که گفتم وب مین کارش مدیریت سروره. به محض اینکه روی وب مین بزنید تمام چیزی که از سرورتون بخواید رو اینجا دارید میبینید. چقدر در حال حاضر CPU داره مصرف میکنه، چقدر رمش درگیره و ویرچوال مموریش چقدر درگیره و دیسکتون چند درصدش پره.
اگر سرور لینوکستون نیاز به آپدیت داشته باشه تو همین صفحه به شما پیام میده و راحت میتونید آپدیتش بکنید. اگر نیاز به ریستارت داره پیام میده و خیلی این صفحه کاربردیه و نشون میده که الان سرورتون توی چه وضعیه. با توجه به تجربه‌ای که من دارم تقریبا هر کاری شما بخواید با سیستم عاملتون انجام بدید دیگه واقعا نیازی به اجرای دستورات و کامند نداره. همینجا توی این اینترفیس میتونید انجام بدید. یه سری تنظیمات برای خود وب مینه که اگر میتونید یوزر اضافه بکنید، تنظیمات سیستمی ببینید تنظیمات زیادی داره. ریستارت بکنید، دیسکتون رو نگاه بکنید، بکاپ بگیرید، کارهای مختلفی میشه انجام داد. حتی نیازی نیست که دیگه شما با SSH به سرورتون وصل بشید. حتی اینجا میتونید کامند ها رو هم اجرا بکنید. دیگه نیازی نیست که SSH بزنید. این فقط برای مدیریت سرور هست، یعنی مدیریت کلی سرور هست. حالا ما میایم توی ویرچوال مین و یک دونه وبسایت جدید رو اینجا میخوایم ایجاد بکنیم. توی ویرچوال مین هر وبسایتی که شما میخواید اضافه بکنید اسمش هست ویرچوال سرور. یعنی شما برای اینکه یک وبسایت جداگونه یا حالا سایت یا ساب دومین یا هر چی که هست یه دونه ویرچوال سرور جدید اینجا ایجاد میکنید که اینجا بعداً توی لیست سرورها میاد. این نکته رو قبل از اینکه اولین سایتمون رو ایجاد کنیم بگم، اینه که توی سیستم ستینگ میتونید اکانت پلن تعریف بکنید. یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواید به کسی دیگه ای واگذار بکنید یا برای کسی دیگه ای وبسایت رو درست بکنید، میتونید اینجا محدودیتاش رو مشخص بکنید. مثل همین هاست که شما میخرید میگن مثلا انقدر فضا دارید، انقدر سی پی یو دارید یا هر چیزی، مثلا تعداد دومینی که میتونید بذارید، تعداد میل باکس هایی که دارید. وقتی یه پلن جدیدی رو تعریف میکنید، مثلا من اینجا بزنم add new account plan، شما ببینید هر چیزی رو اینجا میتونید در حقیقت کاستومایز بکنید. ولی امروز ما میخوایم به صورت دیفالت اولین وبسایتمون رو ایجاد بکنیم. برای این کار ما add new virtual server رو میزنیم و دومین نیممون رو اینجا میدیم. اگه یادتون باشه ما یه دونه myweb.abr110.com رو تعریف کردیم اینجا و دیسکریپشن میتونید بدید، یه پسوردی میتونید برای ادمینش تعریف بکنید. اینجا مشخص میکنیم که برای وبسایتمون چه چیزهایی رو لازم داریم. DNS میخوایم، آپاچی میخوایم، MySQL میخوایم، میل داشته باشه، ایمیل داشته باشه یا نداشته باشه، اسپم فیلترینگ و اگر میخواید به کسی واگذار کنید میتونید وب مین لاگین رو هم براش ایجاد بکنید. ما همه چیز رو روی دیفالت گذاشتیم، فقط بهش دومین نیم رو دادیم و پسورد و حالا کریت سرور رو میزنیم. ویرچوال سرورمون همه تنظیمات رو خودش انجام میده. یوزر رو ایجاد میکنه، تنظیمات آپاچی رو انجام میده، یک ویرچوال سرور تو آپاچی اضافه میکنه، یه دونه MySQL دیتابیس جنریت میکنه. نکته جالبش اینه که شما وقتی که از ویرچوال مین استفاده میکنید حتی نیاز نیست که گواهی نامه SSL رو خریداری بکنید. میدونید که شما دیگه بدون گواهی نامه SSL نمیتونید وبسایتتون رو راه بندازید. یعنی وبسایت باید HTTPS باشه. وب مین و ویرچوال مین کارشون اینه که از Let's Encrypt SSL استفاده میکنه که یک گواهینامه رایگان هستش. یک گواهینامه SSL 3 ماهه به شما میده، ولی وقتی توی وب مین تنظیم میکنید این رو، خودش به طور اتوماتیک هر 3 ماه یک بار میاد این SSL رو تمدید میکنه. در حقیقت شما هیچ وقت نیازی ندارید که گواهینامه SSL برای وبسایتتون خریداری بکنید جداگونه. که اگر شما از یه هاستی یک هاست رو بخرید، حتما باید SSL رو جداگونه پول براش پرداخت کنید و سال به سال هم تمدید بکنید. پس ما این رو هم اینجا نداریم. فقط یه نکته بهتون بگم، وقتی که توی این مرحله هستید
قبل از این باید تنظیمات دامنه و ساب دامینتون رو انجام داده باشید، وگرنه تو این مرحله به شما خطا میده. برای همین من اول تنظیمات دامنه رو انجام دادم و یه مدتی ازش گذشت، معمولا نیم ساعت 1 ساعت طول میکشه تا در حقیقت پروپگیت بشه و همه جا بهش دسترسی داشته باشن. بعد که این رو انجام میدیم این بدون مشکل کار میکنه. ببینیم اینجا یه دونه اضافه شد. اینجا اگر چند تا وبسایت داشته باشید این یه کمبو باکس میشه، میتونید وبسایتاتون رو ببینید. میبینیم که صفحه دیفالت وبمین برای ما اومد و گواهینامه SSL هم اینجا ببینید که HTTPS هستش، فعال شده، ولی خب هنوز ما هیچی روش نصب نکردیم، فقط وبسایت خالی رو بالا آوردیم. پس میریم که تو مرحله بعد وردپرس رو روش نصب کنیم و حالا میرسیم به مرحله‌ای که ما باید وردپرسمون رو هم نصب کنیم. نصب وردپرس هم اینجا واقعا کاری نداره. شما اگر یک خواست دیگه ای داشته باشید یا اگر بخواید خودتون نصب کنید باید فایل ها رو از توی وردپرس دانلود بکنید، آپلود بکنید و کلی دردسر داره. ولی توی ویرچوال مین فقط کافیه برید توی منیج وب اپس، می‌بینیم که اینجا کلی اپلیکیشن هست که شما میتونید نصب بکنید. اینایی که آبی هست برای نسخه رایگانش در دسترسه، ولی اپلیکیشن های زیادی هست که فقط برای نسخه پرو در دسترسه. ولی ما چیزی که میخوایم چیه؟ فقط وردپرسه که اینجا میبینیم که وردپرس آخرین نسخهش رو ما اینجا میتونیم نصب بکنیم. چیزهای دیگه ای هم داریم، مثلا اگر دو تا در حقیقت اپلیکیشن مدیریت ایمیل داریم، مثلا جیمیل تور نصب میشه، PHP MyAdmin داریم و چیزهای دیگه که ما وردپرس رو میخوایم نصب بکنیم. پس اینجا وردپرس رو انتخاب میکنیم و شو اینستال آپشن رو میزنیم. اینور ببینید ما دیتابیس داریم، پرفیکس تیبل ها چی باشه و اینجاش هم مهمه شما میخواید توی روت نصب بکنید یا اینکه یه پوشه مثلا اسلش وردپرس یا اسلش بلاگ مثلا نصب بکنید، ولی ما میخوایم که در حقیقت توی روتمون نصب بشه و اسمش حالا مای بلاگ باشه. اینجا هم شما در حقیقت میتونید یوزر پسورد ادمین وردپرستون رو بدید و اینستال رو میزنم. خب آماده شد و اینستال نام. ببینید خودش همه کار انجام میده، یعنی در حقیقت میره آخرین نسخه رو دانلود میکنه، بعد چک میکنه اگر برای PHP تون یعنی یه ماژولی باید اکتیویت بشه، نصب بشه، اینها رو انجام میده. اگر آپاچی تون تنظیماتی لازم داره خودش انجام میده و برامون این وردپرس رو نصب میکنه. پس الان ما دوباره وبسایتمون رو چک میکنیم، میبینیم که الان نسخه اولیه وردپرس اینجا نصب شد. دیدید که به راحتی ما تونستیم با چند تا کلیک وبسایتمون رو بالا بیاریم. با چند تا کلیک در حقیقت ویرچوال سرورمون رو راه انداختیم، تنظیماتش رو انجام دادیم، SSLش رو نصب کردیم و با چند تا کلیک وردپرس یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخوایم رو میتونیم روی این ویرچوال سرورمون نصب کنیم و وبسایتمون رو بیاریم بالا. وقتی شما وردپرس دارید 2 تا چیز براتون مهمه که میخواید یه وقتایی باهاش در حقیقت کار بکنید. یکی فایلاتون هستن و یکی هم دیتابیستونه. یه وقتایی هست شما یه فایلی میخواد آپلود کنید یا یه فایل رو تغییر بدید، از توی ویرچوال مینتون به راحتی میتونید انجام بدید. شما وقتی که توی ویرچوال مین هستید دقیقاً خودش میره اون جایی که در فایل های شما قرار داره و شما میتونید مثلا توی WP کانتنت ببینید که چه تم هایی هست، چه پلاگین هایی هست، چه آپلود، همه فایل ها اینجا قرار میگیره. خب پس به راحتی میتونید اینجا فایل هاتون رو مدیریت بکنید. ببینید اینجا چند تا گزینه داریم. اینجا میتونیم آپلود بکنیم و آپلودش خیلی قدرتمنده، یعنی شما حتی میتونید یک پوشه رو کامل درگ اند دراپ بکشید و بیارید اینجا و
آپلود بکنید بدون اینکه بخواد حالا پوشه رو اینور زیپ کنید دوباره بیارید آن زیپ کنید. اگر کار کرده باشید با وبسایت ها میدونید که چقدر دردسر داره. یک چیزی که برای من خیلی جالبه و خیلی هم اگر در طول زمان کاربردی میشه اینه که شما یک فایلی رو یه جای دیگه ای دارید، یعنی یه فایلی رو روی یه وبسایت دیگه ای دارید میخواید منتقل بکنید به این وبسایت، مثلا عکساتون اونجاست یا هر چیزی. لازم نیست که دانلود بکنید فایلتون رو و دوباره بیاد اینجا آپلود بکنید. یک گزینه خیلی خوب داره به اسم Download from Remote URL. وقتی این رو بزنید میگید که URL فایلتون رو توی اون سرور مبدأ میدید، دکمه دانلود رو میزنید، این میاد خودش فایل رو دانلود میکنه و توی سرور شما تو همین پوشه‌ای که هستید میاره و اینجا قرار میده بدون اینکه شما لازم باشه اون رو کامپیوتر خودتون دانلود بکنید و دوباره از رو کامپیوتر خودتون اینجا آپلود بکنید. نکته بعدی هم دیتابیس هست. شما وقتی توی ویرچوال مین هستید ادیت دیتابیسز رو بزنید میبینید که اینجا الان دیتابیس شما اینجا قرار داره. شما بزنید منیج دیتابیس، اصلا شما میتونید تقریبا همه کارهایی رو که با PHP MyAdmin میتونید انجام بدید رو اینجا میتونید انجام بدید. لیست تیبلاتون رو میاره، میتونید دیتایی که الان توی تیبلای دیتابیستون هست رو ببینید، تغییر بدید، کوئری بزنید، تقریبا همه کار میتونید اینجا انجام بدید. دیدیم که ما تونستیم از 0 تا 100 از یک سرور خام تا داشتن وبسایت وردپرسی خودمون رو انجام بدیم و همراه با اون ما یک کنترل پنل بسیار قوی برای مدیریت سرور و مدیریت وبسایت هامون داریم. به راحتی الان شما میتونید به تعداد نامحدود توی این کنترل پنل وبسایت های دیگه اضافه کنید. البته همه چیز بستگی به این داره که بازدید وبسایتاتون چقدره و منابعی که براش در نظر گرفتید چقدر. تقریبا شما بین 20 تا 30 تا وبسایتی که در حقیقت عملیاتی هستن با وردپرس رو میتونید به راحتی با همین منابع انجام بدید و نکته خوبش هم اینه که شما به راحتی میتونید منابع رو اضافه کنید بدون اینکه بخواید هیچ تغییر نرم افزاری رو تو سرورتون بدید و شما به راحتی یک اینترفیسی دارید که میتونید سرور و وبسایتاتون رو مدیریت بکنید. و نکته بسیار خوبش هم اینه که این یک نرم افزار آزاده، یک نرم افزار آزاد، اوپن سورس و رایگانه که شما لازم نیست هیچ هزینه ای رو بدید. نسخه پرو داره ولی من سال هاست که دارم با این کار میکنم و نسخه رایگانش تقریبا جواب همه کارها رو میده. ولی من پیشنهاد میدم اگر واقعا براتون مفید بود و استفاده کردید و ازش درآمد کسب کردید حتما دونیت رو انجام بدید که این کار ادامه پیدا کنه و بتونن این نرم افزار اوپن سورس رو توسعه بدن و قوی ترش بکنن. خیلی ممنون که تا اینجا با من بودید. اگر این آموزش برای شما مفید بوده و دوست دارید که ادامه بدیم و جزئیات ویرچوال مین و وب مین رو با هم بررسی کنیم حتما توی کامنت ها با من در میون بگذارید که من ویدیوهای بعدی رو تولید بکنم. فایل وردی که دیدید من از روی اون رفتم رو من توی کانال تلگرام حتما خواهم گذاشت و اگر سوالی داشتید میتونید همینجا زیر کامنت ها یا توی کانال تلگرام توی کامنت ها از من بپرسید. خوشحال میشم اگه بتونم کمکی بکنم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.